حمید. اصلا موسی علیه السلام روزه نبوده دی وقت، از دو خاطر 40 شو شد. دیر کرد موسی علیه السلام. اینجا سامری به مردم گفت که موسی علیه السلام خطا شده، الله را پیدا نمیکنه، اینمی الله است. نعوذ بالله. شروع کردن به عبادت گوساله. شما خود از ذهنتان میگرده که چقدر مردمای بیعقل بود که گوساله را پرستش میکرد. چی میکرد بگه؟ گوساله را پرستش میکرد. امروز نمیکنه هندوها؟ ها؟ اگر در هندوستان یک دانه گو در سرک بیاید، هزاران موتر بیا، اما گو میخیزانه تمونجا استاد باقی میمونه، موتر قرار است. پرستش است. است یا نه؟ تو جناب دریور قبر پرستش نمیکنی؟ فیتیر چالان است، دنگ صدا میده. در کاریزمیر که میرسیدی کرد پیتلا گل میکنی شه. پرستش چی را میگه؟ خوف از کی داری؟ ها؟ تعظیم برای کی کردی؟ بگو دیگه. او را احمق میگی، خدا هیچ احمق نمیگی. چرا؟ اگر خودت فکر بکنی، خودت بفهمی که لایق پرستش کیسته، اونجا باز برات واضح میشه. نه، در تاریخ و زمانه مردم اینمی طور حالتا را کرده. الله شکایت از وارا میکنه، داستان از وارا بیان میکنه که برای معطل شدن در روزی موسی علیه السلام چه تغییرات و اختلافات در بین مردم پیدا شد که حتی نعوذ بالله منجر به شرک شد. بر رفتن پیغمبر علیه السلام اختلافات پیدا نمیشه. چی؟ ها؟ راه خلاصی کدام است؟ قرآن برای ما راه خلاصی هم بیان میکنه. ثم عفونا عنکم، بعد از شما عفو کردم، من بعد ذالک، پس از اینکه شما مبتلا به گوساله پرستی شده، لعلکم تشکرون، به خاطری که شما قدر نعمت مرا بدانه. چه شما مرتکب خیلی جرم بزرگ شده بوده لیکن الله معاف کرد، به خاطری که شما شکر گزار شوه، قدر نعمت الله را بدانه. چرا؟ کتاب براتان دادم. موسی علیه السلام آمد، اینی نعمت الله است، توبه شما قبول شد. ما هم میطور بودیم. زمان جاهلیتی که عرب بود سخت حالت خراب بود، الله پیغمبر را روان کرد، نعمت بزرگ برشان کرد. باید این نعمت خوب قدردانی میکرد، لیکن قدردانی کردن. ما شما گفتیم در مثال هم که مثل الذی استوقد نارا، که پیغمبر حتی در دادن آتش نماندن، مهاجر کردن. اینمی قسم مردم ها پیدا میشه که حق واضح میشه، مردم قدر قیمتش نمیکنه، شکر نعمت الله را نمیکشه. و اذا اتینا موسی الکتاب، در آن وقتی که ما دادیم به موسی علیه السلام کتاب تورات والفرقان، آن چیزی که معیار برای جدایی حق و باطل بود، که او کتاب واضح می ساخت که اینی حق اینی باطل، شرک و کفر، شرک و توحید، بدعت و سنت، راست و دروغ، کلش جدا میکرد. لعلکم تهتدون، به خاطری که شما راهیاب شوی. درس میده بر ما. تورات کسی که حق و باطل با هم جدا میکنه کتاب الله است. چی است بگوی؟ کتاب الله برای حق و باطل. فرقان صفت تورات هم است، فرقان صفت قرآن کریم هم است. یک نام قرآن کریم چی است؟ فرقان است. چرا؟ معیار برای جدایی حق و باطل کیست؟ قرآن است. هر کس که میگه عقیدم درست است در قرآن پیش کنه، ترازو قرآن است. هر کس که میگه عملم درست است پیش کنه به قرآن کریم. قرآن چی است بگوی؟ معیار است، جدا میکنه حق و باطل. خب ما تو قرآن کدام وقت عملی خدا پیش کردیم؟ نمیفهمیم. عقیده خدا پیش کنیم؟ نمیفهمیم. قرآن خود کتاب مردار جور کردیم چه خلاص. بوسه کده برو در چشم مالیده برو. پوشاره زنا پشت در ایسته تعظیم میکنه و تو بوسه کده روی باش، خیر و خلاص، دیگه چیز نیست. قرآن میگه اینجا که لعلکم تهتدون، هدایت توسط کی حاصل میشه؟ کتاب الله. چرا الله تورات روان کرد یا نه؟ چرا روان کرد؟ لعلکم، به خاطر که شما هدایت یافته شوید. کتاب الله برای هدایت مردم است. بعد با کتاب الله رابطه پیدا کنیم، راهنمایی خدا بگیریم، چی نوع زندگی کنیم، چی نوع حکومت کنیم، چی نوع اخلاق داشته باشیم، اقتصاد ما چطور، فرهنگ ما چطور، سیاست ما چطور، زندگی خانوادگی ما چطور، کلش قرآن کریم اصول یا قوانینش حتما بیان کرده. او بعضی مسائل خود جزئیاتش چی کرده؟ تشریحش توسط کی میشه؟ حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم. و اذ قال موسی لقومه، قابل یادآوری است در آن وقتی که موسی علیه السلام برای قوم خود گفت یا قوم ما انکم، یقینا شما ظلمتم انفسکم، ظلم بالای نفسایتان کرده. چرا که گوساله را پرستش کرده، به اتخاذکم العجل، با جور کردن شما العجل گوساله را به معبودیت، نعوذ بالله.
فتوبوا رجوع بکنید الی بارئکم، ذاتی که اول شما را پیدا کرده. فاقتلوا انفسکم، قتل کنید نفسایتان. ذالکم خیر لکم، قتل نفسا برایتان بهتر است. عند بارئکم، به نزد پروردگارتان. فتاب علیکم، رجوع رحمت میکنه الله بالای شما اگر همین قسم توبه بکشی. انه یقینا الله، و امی الله نه کسی دیگر تواب و بار بار توبه قبول کننده، الرحیم و رحم کننده است. موسی علیه السلام به مردم بیان کرد که شما خود جنایت کرده، گوساله را پرستش کرده، آلی رای خلاصی کدام است؟ بکشه امو کسایی که پرستش کرده گوساله را. اینجا قتل نفس بکنه، خود امی گناهگارا را میگه که شما خود قتل بکنه. مراد از خود قتل کردن بسپاری در قانون شریعت خدا، در دین پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم میطور است. یک کسی زنا کرده او باید خدا بسپاره، اقرار کنه، اعتراف بکنه کدام امر شریعت کی سرش است نافذ میشه. قتل ناحق کرده خدا میسپاره. صحابه سپاریدن خدا در قانون الله، به خاطر که از عذاب آخرت میترسیدن، عذاب دنیا را ترجیح دادن بالای کی؟ عذاب آخرت. اونم هم قتل میشه. اینجا مراد فقتلوا انفسکم، نفسایتان برای نافذ کردن قانون الله بسپاره. در دین ما و شما هم است که کسی مرتد شوه شبهت داشته باشه، شبهش چی میشه؟ جواب داده میشه. بعد از او اگر دین حق نمیپذیره چی میشه؟ کشته میشه. اونجا مونم طور بوده. چرا؟ یا دین حقیقی را اعلام کرده بودن، شرک اختیار کرده بودن. از امو خاطر موسی علیه السلام براشان میگه که خود تسلیم کنی. فقتلوا انفسکم. یا خطاب برای دیگر است که امی گناهگارا را قتل کنید. چرا تعبیر به انفسکم میگه؟ هر برادر به برادر دیگه به مثل چی است؟ نفس خود انسان است. هر برادر برای برادر دیگه مثل نفس خودش است. فایده و نقصان اردویشان یکسان است. از امو خاطر پیغمبر علیه السلام میگه که مؤمنا در محبت خود، در ترحم خود، در شفقت خود که جسد واحد است، به مثل یک جسد است. ان اشتکا بعضو اشتکا کلو. اگر بعضی اعضا در شکایت میه کل بدن در شکایت میه. حیثیت کل مؤمنا حیثیت اعضای یک وجود است، خیر و خلاق. از او خاطر اینجا الله میگه که فقتلوا انفسکم، دیگرها را میگه که نفسای یعنی برادرایتان که مرتکب جنایت شده او را قتل بکنید. بعد از او چرا؟ به خاطر که بهتر است به نزد پروردگارتان. الله به اینمی گپ خوش میشه. الله میفهمه که این بنده ما یقینا تسلیم شد، حتی در مرگ تسلیم شد. اینجا امتحان بندگی را میده. در غیر از او امتحان شما معلوم نمیشه. به قانون الله تسلیم کردن این امتحان الله است. اگر اینطور کردی الله تواب و رحیم است. اگر تسلیم میشدن شاید ایج یا کشته نمیشدن. الله دیگه فرمان روان میکرد، خویار امتحان میشد. مثل که اسماعیل علیه السلام الله ابراهیم خلیل الله را امتحان کرد که اولادی چی کو؟ ذبح بکو. او بیکار کرد، لیکن اسماعیل علیه السلام ذبح شد؟ نشد. چرا؟ ابراهیم خلیل الله در امتحان کامیاب شد. شده میتونست بنی اسرائیل در امتحان با مجرد عمل کردن برنامه یا کامیاب میشد، الله معاف میکرد، لیکن مورد امتحان قرار گرفت. و اذ قلتم یا موسی، قابل یادآوری در آن وقتی که شما گفتی موسی علیه السلام لن نؤمن لك، هرگز باور نمیکنیم به گپای تو. یک معنا لن نؤمن، ما عقیده نداریم، لک به دعوت تو، حتی نر الله، تا که ببینیم الله را جهرتا آشکارا. فاخذتکم الصاعقه، گرفت شما را الصاعقه آواز هیبتناک یا آتش، و انتم تنظرون، شما با چشم سر میدیده که چه حالتی سر شما آمد و شما مبتلا به مرگ شده، خودتان دیده. یا گستاخی کردن. زمانی که موسی علیه السلام کدام احکام برش گفت، این مردم گفت نه این احکام بر ما روان نکرده، تا وقتی ما تایید نمیکنیم که خود ما بشنویم که الله بگوید روان کردیم. موسی علیه السلام گرفت یک تعداد نفره رفتم اونجا که الله کلام کرد خطی موسی علیه السلام، باز یا گفتن ما چی خبر کی الله شیطان باشه، الله را بر ما نشان بده. نعوذ بالله. این همی بود که یا نعوذ بالله پای خود فراتر از گیلم ماندن یا نه؟ تو انسان عاجز که تمام چیزای محیط است موقت است، آیا الله تبارک و تعالی را که علم چی را داره؟ لا یتناهی داره، امکان داره. یک علم الله را تو در احاطه خود آوردن نمیتونی، ذات الله را در احاطه آوردن میتونی؟ لا تدرکه الابصار، بگو و هو یدرک الابصار. نظرا الله را درک کرده
نمیتونه. البته این در دنیاست. در آخرت بزرگترین نعمت دیداری کیست؟ در حدیث صحیح ثابت شده که پیغمبر علیه السلام میگه شما الله را میبینی به مثل چی؟ شبی 14 واره. چرا صحابه سوال کردن که وقتی این قدر نفوس باشه چطور الله را آدم دیده بتانه؟ پیغمبر علیه السلام میگه آیا شما در دیدن ماه 14 کدام مزاحمت حس میکنی؟ هر کس که در هر جا است ماه چی را میبینه؟ الله تبارک و تعالی در روز قیامت دیداری الله را امی قسم نشان میده. از او خاطر در اینجا گفتن ما الله تا که الله را نبینیم من نه ایمان بری تو باور دارم نه امو تو باور دارم. موسی علیه السلام میگه ما که تا که الله را آشکارا نبینیم ما ایمان نمیاریم. این میجه بود که الله آواز هیبتناک پیدا کرد، صاعقه آواز هیبتناک هم میگه و آتش هم میگه در این مردم چسبید و انتم تنظرون، شما خود میدیدی که چه حالت بود. ثم بعثناکم من بعد موتکم، باز شما را زنده کردیم پس از مرگ شما، لعلکم تشکرون، به خاطری که شما شکرگزار جور شوی، شکر نعمت الله را بکنید. امین نفرا را که موسی علیه السلام که خود برده بود کلانا بود، اونجا وقتی که یا کلشان توسط آواز هیبتناک از بین رفت، موسی علیه السلام عذر و تضرع شروع کرد که یا الله اگر ما این مردم میگم که توسط صاعقه از بین رفته، این مردم چی نمیکنه؟ باور نمیکنه، بلکه مرا قاتل میشماره و این مانع دعوتم میشه. الله اگر یای را پس زنده بکنی، الله تبارک و تعالی چی کرد؟ این میاره کلش پس زنده کرد. الله میفرمه چقدر نعمت عظیم برای شما شده، به خاطری که شما را از مرگ پس چی کردم؟ زنده کردم. و بعد از او هر کاری که شما میکنی نقصان خودتان است. ثم بعثناکم، بعد از او بلند کردیم از قبرهای یا زنده کردیم، اینجا معنای زنده کردن نداره. من بعد موتکم، پس از مرگ شما، لعلکم تشکرون، به خاطر که شما شکرگزار شوی، قدر نعمت الله تبارک و تعالی را ببینی و بفهمی که یقینا الله قطتان چقدر احسان کرده. و ظللنا علیکم الغمام، سایبان جور کردیم بالای شما، الغمام ابره، و انزلنا علیکم المن، روان کردیم بالای شما المن. مراد از من یک نوع موادی بود که سفید در برگاه گیاه ها و درخت ها می چسبید، در جای روغن هم کار میداد. امو قسمم قطعی آب یک جا میشد خورده میشد. او مراد از سلوا پرنده که گوشت خیلی لذیذ داره، اکثر ایرا بودنه را میگه، لیکن او یک نوع پرنده بود که الله در اونجا پیدا کرده بود، او را الله برشان یادآور میشه. و انزلنا علیکم المن، روان کردیم بالای شما المن، امو طعامی که میچسبه سری درختا، و سلوا برای شما من و سلوا را دادم در دشت و بیابان. الله تبارک و تعالی قدم به قدم معجزه موسی علیه السلام به بنی اسرائیل ظاهر میکنه. از بحر رفتن، بعد از او کلام الله را شنیدن، بعد در دشت و بیابان زندگی میکنه. الله سرشان از گرمی ابر سایبان جور کرد که تنها در سری از یا موجود باشه. از سنگ برشان آب که پشت سر می کشید، کالایشان دمو جان خود هیچ نوع چرک و خزنده نمیکرد، امو رقم کلان میشد. همچنان طعامشان الله تبارک و تعالی به محنت روان کرد که هم موادی که در سر گیاه ها میچسبه و هم چیست پرنده خوردنی که گوشتش خیلی لذیذ است. الله تبارک و تعالی اینی قسم نعمت سر از یا کرده، یعنی الله تبارک و تعالی ابر صایبان جور کرده و انتظام خوراک و این گپا را برشان کرده در یک دشت بیابان خالی و خشک که هیچ چیزی در اونجا متصور نیسته. موسی علیه السلام این مردم مشاهده میکنه، اما بازم برای چی را؟ گستاخی و بیادبی را در پیش میگیره. اینجا فرمان الله را و تعلیمات موسی علیه السلام در نظر نمیگیره. از او خاطر الله علی میگه کلوا من طیبات ما رزقناکم، ما گفتیم برای شما که بخوری آن چیزی که پاکیزه است، ما رزقناکم از رزق شما، هر چیزی که پاکیزه از رزق شماست او را بخوری، یعنی چیزای پاکیزه که در اونجا حلال است، هیچ نوع نقصان نداره و قابلیت غذایت داره، سر شما پابندی نیست. و ما ظلمونا، کم نکردن یا ولکن کان انفسهم، لیکن بودن بالای نفسهای خود یظلمون، یا ظلم کردن، اینا یا ذخیرت اندوزی را شروع کردن، به خاطر از اینکه اطمینانشان از الله کم شد، یقینشان کم شد، از طعام خود گرفتن در سبا باقی گذاشتن، فکر کردن که سبا شاید امی طعام بر ما نبیه، از همون خاطر طعام گندم شد و نعوذ بالله او حالت هم از بین رفت که برای از بی محنت و بی زحمت این طعام ها می آمد. از او خاطر الله تبارک و تعالی سر از بسیار احسان کرده، خو یا نقصان خود کرده، ولکن کان انفسهم، لیکن بودن یا به نفسای خود یظلمون، از ظلم میکردن، باید که عقل خود در کار نمینداختن.
و ما ظلمونا نقصان نکردن از ما چیزی را، یعنی اگر یا ذخیره کردن طعاما را برای صبح خود، ولکن کان و انفسهم، لیکن بودن بالای نفسای خود، یظلمون ظلم کردن. چرا؟ هر گناهگار ظالم است، هر گناهگار سری نفس خود ظلم کرده. چرا؟ نفس خود نعوذ بالله پیش کرده برای عذاب الله تبارک و تعالی. او این مردم هم همینطور بود. چرا؟ به خاطر که در نظام الله هیچ کمی و کاستی نمیه، لیکن یا چیسته نفسای خود ظلم کردن، به خاطری که خب موقع برشان میسر شد، الله تبارک و تعالی خب نعمتها برشان داد، یا اعتماد خود از الله کم کردن، ذخیره اندوزی را شروع کردن. و اذ قلنا ادخلوا هذه القريه، قابل یادآوری است در آن وقتی که ما گفتیم داخل شوید این قریه، فکلوا بخورید من هذه قریه حیث شئتم، از هر جایی که شما میخواهید، رغدن به خوشگواری و فراخی. و ادخلوا الباب، داخل شوید سجدا، در دروازه امو شهر در حالی که منقاد تابعدار باشه، یا سجدا سجده کنان. و قولوا، بگوی، حطتون، سوال ما تا طلب بخشش است، نغفر لكم، ما بخشش میکنیم برای شما خطایاکم، گناهایتان، و سنزید المحسنین، زود است که زیاد کنیم برای کسی که محسن باشه، این کار درست انجام میده. الله تبارک و تعالی این حالتشان دیاد میکنه که ما برش فرمان دادیم که بری داخل شوید این قریه. قریه را مشخص نکرده، کسی ریحا میگه، کسی بیت المقدس میگه، کسی اردن میگه، کسی فلسطین میگه، کسی لب نامش میگیره. اصل در اینجا مراد از امو قریه که این مردم الله امر کرده بود که جهاد بکنه در زیر سرپرستی موسی علیه السلام، امو قریه است و برشان گفته بود که الله شما را پیروز میکنه، لیکن شما وقتی که پیروز میشه به تکبر داخل نشوی، بلکه به عاجزی و این موقع را به کسی نده. از او خاطر در اینجا میگه قلنا ادخلوا، در آن قابل یادآوری است در آن وقتی که گفتیم داخل شوی هذه القریه، در این قریه، فکلوا بخوری منها، از این قریه، یعنی جهاد بکنه، جبابره و کلانا را از این قریه بکشه، به همراهی موسی علیه السلام جهاد بکنه. فکلوا بخوری منها، از این قریه، حیث شئتم، از هر جایی که شما میخواهی، رغدن به فراخی، شما که از این طعامات تنگ آمده، بری جهاد بکنه، منطقه را پیدا بکنه که در اونجا شما چیست عبادت الله تبارک و تعالی را بکنه و جهاد بکنه. و ادخلوا الباب سجدا، داخل شوید در دروازه سجده کنان. دو مطلب داره. وقتی که داخل شهر شوید، فتح و کامیابی نصیب شما شد، برای شکرگزاری و شکرانه دو رکعت نماز بخوانه. چرا که این کمال از شما نبود، کمال کی بوده؟ الله تبارک و تعالی بوده. یا دوم معنا اینجا مراد از ادخلوا الباب سجدا، داخل شوید در دروازه سجدن، سجده کنان. سجده یعنی سجده کنان داخل شوید، خم کردن خود است. او مراد از دروازه مثل که ما و شما دروازه شرقی را میگیم پل چرخی است، لین جنوبی را میگیم چیست تانگ لوگر یا پیشتر چهار آسیا، و یا این قسم چیست ولایت شمال دروازه میگیم. یعنی اونجا دروازه یقین نبود، امو طور از رای ورودی امو شهر به نام چی یاد میکرد؟ دروازه یاد میکرد. و منظوری الله تبارک و تعالی بود که دو رکعت نماز شکر خوانده شود، یکی بعد از پیروزی جهاد. یا مراد از سجدایی است که الله خو بعد از جهاد پیروزی را نصیب شما میکنه، لیکن انکسار و عاجزی را در پیش بگیره، تکبر نکنه که سینه را بزنه که من اینطور بودم، من اینطور بودم، مثل که آلی قماندانا سینه را میزنه که ما اینطور کردیم، ما اینطور کردیم. نه، جهاد برای الله تبارک و تعالی کردی، برای مردم باید احسان نکنی و تکبر نکنی. و قولوا حطة، شما بگویید که سوالی ما، طلبی ما، حطة طلب بخشش است، نغفر لكم، مغفرت میکنیم لکم برای شما، خطایاکم، گناههای شما را. یعنی الله تبارک و تعالی فرمان داده بود نه تنها که برای شما عزت مادی دنیا حاصل میشه، بلکه فاد دنیوی که عبارت از محو شدن گناه است او هم برای شما حاصل میشه. پس این دستورات الله بود برای بنی اسرائیل که آماده جهاد شوند، داخل شوند در چی قریه، در دشتا دیگه زندگی را کنه. پشتی سر میایه که اونجا زندگی را باستر نکرد، بلکه کسایی که رفتن امو دستورات الله را در نظر نگرفتن که الله برشان فرمان داده بود که دوجه شما بگوی که سوال ما بخشش از الله است، بلکه یا حبتون فی شعیرت نگفتن که پشتی سر میاد. و سنزید المحسنین، زود است که ما زیاد میسازیم برای کسانی که محسن است. محسن کسی را میگه که عقیده توحید الله را داشته باشه و هر عملش موافقی روشی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم شوه، او محسن است. یعنی مجردی که شما در شهر داخل میشه، الله تبارک و تعالی با برکت جهاد
برای شما گناهایتان مغفرت میکنه. لیکن شما که در سرحد میرسی که در درجه احسان میرسی، باز دیگه چیسته الله تبارک و تعالی دیگه نعمت خود ارزانی برای شما میکنه. ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمته.